بازیگری یکی از پولسازترین شغل‌های دنیاست که با حال خوب و علاقه افراد همراهه. قانون دنیا اینه که اگه حالت با شغلت خوب باشه پیشرفت می‌کنی. در کل به خاطر دستمزدهای نجومی این افراد تبدیل به ثروتمندهای دنیا شدن. اما بعضی از بازیگرها به خاطر مهارت‌هایی که دارن بیشتر نقش آفرینی می‌کنن و طبیعتاً پول بیشتری می‌گیرن. یه لایک ریز بزن بریم برای استارت ویدیو امروز با موضوع 5 تا از ثروتمندترین بازیگران دنیا. آدام سندلر پنجمین بازیگر ثروتمند و ناماشنای دنیا با ثروت 420 میلیون دلار. آدام بازیگر، کمدین، خواننده، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده آمریکاییه. اون در 9 سپتامبر 1966 به دنیا اومد. آدام پس از حضور موفق در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام یک شنبه شب در چندین فیلم هالیوودی حضور موفق داشت، به طوری که مجموع این فیلم ها فروشی در حدود 2 میلیارد دلار داشت. آقای دیتز 50 قرار اول، کلیک و تو حریف زوهان نمیشی از آثار معروف آدام سندلره. مل گیبسون با ثروت 425 میلیون دلار چهارمین بازیگر ثروتمند دنیاست. اون بازیگر و تهیه کننده آمریکایی اهل نیویورکه و برای فیلم شجاع دل موفق به دریافت 2 جایزه اسکار بهترین فیلم و اسکار بهترین کارگردانی در سال 1995 شد. در حال حاضر ثروت مل حدود 425 میلیون دلاره. مل همچنین فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده و کارگردان و دوبلور هم هست. مل زاده 3 ژانویه 1956 از آثار شاخصش در کارگردانی میتونیم به فیلم‌های شجاع دل و مصائب مسیح اشاره کنیم. گیسون پس از 10 سال وقفه با فیلم ستیق هکسا به عرصه کارگردانی بازگشت که با استقبال منتقدان و فروش خوبی روبرو شد و دومین نامزدی او را برای جایزه اسکار بهترین کارگردانی به همراه داشت. جورج کلونی با ثروت 500 میلیون دلار سومین بازیگر ثروتمند دنیاست. اون فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده و کارگردان آمریکایی و برنده جوایز اسکار و گلدن گلوبه. اون در زمینه‌های مختلف موفقیت‌های بزرگی کسب کرده و از موضوع ثروت هم غافل نشده. امروز جورج کلونی با ثروت 500 میلیون دلار عنوان سومین بازیگر ثروتمند رو داره. ورود این هنرمند توانمند به عرصه بازیگری کاملا اتفاقی بود. پسرخاله جورج برای تهیه کنندگی فیلمی کوتاه که در مورد اسب‌های مسابقه بود در شهر لکسینگتون یعنی زادگاه جورج مشغول به کار بود و جورج کلونی جوان هم به صورت افتخاری در این فیلم به ایفای نقش کوتاهی پرداخت و همین امر موجب شناسایی شکوفا شدن استعداد اون در زمینه بازیگری شد. پس از اون جورج در فیلمی بازی نکرد تا در سال 1982 میلادی به واسطه پدرش وارد دنیای گویندگی در تلویزیون شد. جورج سپس با بازی در فیلم درنده یا همین گریزلی 2 که در سال 1983 تولید شد به صورت حرفه‌ای وارد عرصه بازیگری در آمریکا شد. اگر از ویدیو امروز ما خوشتون اومد ما رو دنبال کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. تام کروز با ثروت 570 میلیون دلار دومین بازیگر ثروتمند دنیاست. اون تهیه کننده و بازیگر آمریکایی اهل نیویورکه و یکی از بهترین بازیگران تمام ادوار دنیا. فیلم‌های اون میلیون‌ها دلار در سراسر جهان فروش داشتند. تام کروز دانش آموز مدرسه علوم دینی که با اون همه اشتیاق برای پیوستن به روحانیت هرگز تصور نمی‌کرد روزی در میان 100 سرشناس سینما جایی بگیره. اما انگار قرار بود توماس کروز یا همون تام کروز معروف امروز بازیگر و تهیه کننده سرشناس هالیوود بشه. اون متولد 3 جولای 1962 در نیویورکه و جوایز مختلفی از جمله 3 جایزه گلدن گلوب و 1 نخل طلایی افتخاری دریافت کرده و 3 بار هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده. و اما ثروتمندترین بازیگر دنیا شاهرخ خان بازیگر هندی اهل دهلی نو و بیشتر به عنوان پادشاه بالیوود شناخته میشه. اون با 80 فیلم هندی
ثروت زیاد و جایزه زیادی را برای خودش به ارمغان آورد. امروز شاهرخ خان ثروتمندترین بازیگر دنیاست که در سال 2020 ثروتش به حدود 600 میلیون دلار رسید. شاهرخ زاده 2 نوامبر 1965 و در بمبئی زندگی میکنه. اون بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و مجری و خواننده هم هست. شاهرخ خان مسلمونه و به درخواست والدینش در رشته اقتصاد درس خونده و لیسانس گرفته. بعد وارد رشته فیلمسازی شده و فوق لیسانس گرفته. اون تقریباً تو سال 6 تا 8 فیلم بازی میکنه و با یه حساب سرانگشتی از دستمزدها متوجه میشیم که این ثروت واقعاً طبیعیه. اگه هنوز لایک و سابسکرایب نکردی حتما انجامشون بده، چون ویدیوهای دلنشینی رو به همراه داریم.